خوش اومدید به اولین ویدیو ما. رفیقم پارسا، فیلمبردار پوریا، داداش پارسا و داداش خودم آقا. سلام بهش. این من 13 مهر یا واقعا کسخورن. 13 مهر تولدمه. سامان برای من سامانم رفیقمه، رفیق مجازیم، بوشهر زندگی میکنه. حالا شهر برازیل برای همین گرفته اینو برای من. نه جفتش برای چی مونه؟ برای منه. دیجیکال آشغال خیلی اینو طول کشید بیاره. الان رفتم گرفتم، لباسام در نیاوردم. بچه‌هام زنگ زدم سریع اومد. الان می‌خوایم باز کنیم ببینم. نمیدونم چی فرستاده. اینو نگفتم بهتون. نمیدونم چی فرستاده. قراره همزمان که اینو آنباکس می‌کنیم اینا رو در بیاریم بریزیم درودشو بیرون. بعدن یکی یکی حس میکنیم هر کدوم گرون‌تره رو نوبت به نوبت یارکشی میکنیم مثل فوتبال. من تیم خودم رو تشکیل میدم، امیر تیم خودش رو 5 تای من مثلا 5 تای امیر، هر کی گرون‌تر بود برنده است. اونی که باخته حالا مجازاتی داره. یه مجازات آخری میدیم. مجازات خیلی عجیب غریبه. یه چیزی که تا حالا هیچ کدوممون نخوردیم. نه بذار اول از این کوچیک شروع کنیم. خب باز کن ببینم نه کتاب قیمت نداره پشتش. نه نداره. کتاب پول اولین آیتمی که پول بود. البته اینو بگم شما دارید اسکرین شات قیمتا رو میبینید. برو بعدی. این چیه؟ این نیاز به دوباره چیز داره. چیه به نظرت؟ حاجی چاقو بده. ببخشید یوتیوب. حاجی شاید چیز مهمی باشه داشت. فکر لیوانه. نه فکر کنم نه لیوانه. لیوانه؟ احتمالاً از این لیوان چاییاست. از این آره بیا. آها رندوم ترین چیزای ممکنه فرستاده دیگه. واقعا خب دوباره آیتم لیوانه. اصلا سرچش هم کنی نمیفهمی چه قیمته. این فکر کنم البته آشغالی دیجیکال اینو آورده ناکن. سگ ریده توش. میگم چرا 2 ماه طول کشید اینا رو سرهم کنه بفرسته. دوش آره واقعا دهن ما رو سرویس کرد. آقا سامان مرسی واقعا. آقا دوم آیتم فاخرمون. دوم آیتم بیت کوین پول آینده. چرا انقدر کتاب فرستادی؟ چرا انقدر کتاب پول فرستادی؟ بیت کوین پول آینده. مرسی. آیتم بعدی من. آیتم اوردی. چرا پام اینجوریه؟ چی میگه؟ برچسب. این فکر نمی‌کنم 5000 تومان بیشتر باشه. بذار ما اینو وا کنیم دیگه. تحت کنترل دوربین مدار بسته. آقا پارسا رندومه دیگه. آقا پارسا تازه کلاس رانندگیش شروع کرده. باکس دردش می‌خوره دیگه. این چیه؟ مات کنه که ما خودمونم دونه بدونه داریم سورپرایز میشیم مثلا. سامان دیجیکال رو گشته. چرت توپه. چی چرت و پرت. من آره 2000 تومان نه دیگه داش باد کنه که ناکن. از این باد کنه که باد میشه. برو آیتم بعدی من اینو ببینم میتونم باد کنم. اوه این خیلی سنگینه. اینو چجوری ما قیمت اصل کار زور آوردی آقا امیر. میدونی این چیه؟ کمر باش میخورونن. بهترین کادویی که سامان برام خریده. آقا مجازات با من اینو میخوام. بهترین کادویی که سامان میتونست بخره همینه. چی آخه؟ این بخورم. چی آقا خرابه. چی شده؟ تو اون دیجیکالا این به طور بزن. خودم بزنم برات. خوب الان واقعا تاثیر داره. هر رو لباس که نباید بزنی. میوه درمانی. میوه درمانی. آقا ول کن باد نمیشه. برو خدایی باید بدی. اون باد نمیشه آقا ول کن. اون باد نمیشه. تاش هم ببین. یکی خورده یکی چای خورده بس. ریدن. هم سامان ریدم دیجیکالو. خب بریم کادوی بعدی. درست چرا کتاب فرستادی بود دهن ما رو. نگاه دو تا کتاب در اومد از. این تو ویدیو اول خیلی خیلی شما میخوره اینو. خیلی تاکید کردم. این که بود. آنتی کرونا. دیگه کتابا که مشخصه. راجع به چیه مثلا الان مثل کرونا الان به چه درد من میخوره؟ کرونا ولی 4 سال برنج اگر کنکور امیر 2 سال پیش کنکور. اگر فکر کردیم به ویروس کرونا واسه چه باید کنیم؟ مافیا مافیا خوبه. دارین اینو چند کار هست اینو باز می‌کنی پارسا؟ من خوش آمده از بازیش نتونستم باشه به کار می‌کنم ارتباط بگیرم. آقا اون موجود ما نسوزه. نه بدترین جنسی که سامان میتونست از دیجیکالا بخره بازی مافیا. بذار وا کنیم. شاید بچه‌ها کنجکاو شده باشن. بازم کتاب سامان من ریدم. کلر راینهارت. آقا این خوبه. این خوبه. آیتم بعدیمون این نشون میده چطوری میتونید کانال ما رو ساب کنید. این عالیه. راهنمای کاربران شبکه اجتماعی. این واقعا عالیه. هر چی چرت و پرت این. هر چی چرت و پرت. آشنایی با فیسبوک و شبکه اجتماعی چی کسی چه فیسبوک همش فیسبوکه. ما فیسبوک نداریم. من کپچا رو دوست دارم مطالعه بشه. ما تلگرام کار میکنیم. فیسبوک همش فیسبوکه. مشاهده اشتراک گذاری عکس خانوادگی. همش فیسبوک.
همش فیسبوک برید چیز همش فیسبوک اینم به درد نمیخوره دست در چاقو فرستادی؟ من پرت کردم صدا فلز داد خدا رو شکر. نه چاقوی چیه؟ چاقوی پلاستیکیه آقا حس نزن دیگه بذار واسه بچه جذاب باشه تو رو خدا نگاه کن چیه آخه چاقو سامان چیزه؟ این چیه آقا آبروی منو بردی تو ویدیو بقیه رو با این با میکنم دارم میبینی دیگه چه گرفته دیگه تو خراب کردی محمد گلزار گلزاره؟ گلزار منه این فکر کنم کیف کوله آقا حس میزنه قیمت جان اسکرین شات بچه اومد 45 من میگم 15000 تومان 70000 تومان هر کی نزدیک‌تر گفت تعیین میکنه دو نفر من با هزینه پست برو چه اینو بگیر برای پوریا باشه خدای من چه این احتیاج داشت آقا نه نه این خدای خوش خیلی اینو ببند تو رو بالاخره یه چیز تو رو فاخر. من برام تو رو من ببند آشقا ببند نه خدای تنظیم نکن تو تو رو قیافه فیلم رو میتونستید ببینید یعنی آسانسور بالاخره اولین درآمد ما از کانال یوتیوب 10000 تومانی اشغال دیگه حساب کنید لایک کنید ما بپولیم اون چیزا رو بده کارده رو بده اینقدر که دیگه هدیه‌اش با ارزشه چیه؟ جا کلیدیه جاکیلیه طرح چی خدا بذار نانسی حتی شات این اوت ملی بگو پوش قبلش. درست ببینیم نانسی نه اصلا سامان شب خوابش میومده همینطوری گشته فقط کلیک کرد بشکنین دست که نمک نداره. پارسا اداشو در بیار آده چیو؟ نکنه فن آده هم میرزن داشت من فعلا فن نداریم این چیه؟ من لایک و کامنت این چنل به همه هیت میدیم این آره به همه احمد بچه‌ها نجات اینم بگم، پرستی ما- دزدی حروم خوری ما واقعا بدون مسخره کردن نمیتونیم خدا وکیلی فکر نکنیم ما هیتر چیزی هستیم ما تک تکتون رو مسخره می‌کنیم این فکر کنم برای عسله نه آره قاشق عسل اصلی آب نواز اصله راست میگه اون دیگه اصلا به رسالت حاجی اینو من برمی‌دارم یه ما اول ویدیو فوتوکپی حاجی بیا بزنیم برات چیه تتو تتو نشون بده الان این چیری بچه‌ها ما یکم سوبریم اینا رو چجوری میتونم وصل کنم تتو نداری حاجی این طرحاش هم خوبه اینو چه واسه کردی چه باله این خیلی خوبه خوشی در نمیاد شگفتی آخری نشون بده نه بابا ما ببینه پرام میکنه چاقو رو بده آجی این کاکا سنگی واقعا خوب بود حاجی چاقو من گم کردی کاکا سنگی خوب بود اون چینه خوب بود در ضمن مثل آشغالی تو البته اینا برای مغازه‌مون خوبه من خواهرم این مغازه داره توی بلوار امام علی خانه خوراک شهر خوشحال میشم برید اونجا غذا بخورید کپی رایت نداره این خواهر کپی رایت نزنه بریم بعدی رو این چیه خیلی هم سنگینه بگی دست فیلم بردار خیلی سنگینه بازنده هم اینا رو تتو کنه هم مجازات رو مصرف کنه نه اینو بذارید ویدیو دیگه اوجی خیلی سنگینه مجسمه حاجی این برای من توپ طلا. این برای من از این خدای خوش آمد یعنی تا حالا نشده بود اینقدر از این بهترین بازیکن فصل داری میگیری پوریا؟ ما همه بسته اینجا جمع کردیم هیچ کدومش ربطی به هم نداره بشمون غیر اینا که همه کتابن بشمون این چند تا 21 با این 20 اونم ول کن میگیریم 20 تا 10 تا من 10 تا تو انتخاب نه وایسا زرنگ بازی نداریم پوریا دو تا سوال آماده کرده از جناب محمد رضا گلزار از همون میپرسه هر کی تعداد درست بیشتری اون شروع میکنه اون اولین کفش رو برمی‌داره الان مثلا اگه من یه درست کنم تو درست بگی چی میگم یه سوال بپرس نه دیگه یه سوال میپرسه هر کی زودتر گفت آفرین بیا کسی که نزدیک بگه اول شروع میکنه کسی که دقیق بگه علاوه بر اینکه شروع میکنه دوتا یعنی برمی‌داره سوال جوابش عدده آره یه عدده خوب باش رتبه رضا گلزار توی کنکور گرافیک چی بوده یعنی کنکور گرافیک بگو آسونه 17 من میگم 20 اینقدر نزدیک بگو مطمئنی آره کسی عوض نه نمیکنه بگو رتبهش 5 خب من نزدیک گفتم من شروع میکنم تو 17 گفتی 20 من گفتم 20 تو گفتی 20 همین نزدیکه این گفت 17 خودش 17 به 5 نزدیک‌تره که گفتی 50 5 تو گفتی 50 خیلی نه، نداره فیلم پنج. بردار متعادل کاره معلومه دیگه
من همین الان برندم. ویدیو توش خوشو میکنه. من برو بده. نمیکنم. رضا برو. اونو برداری. برو چرت نگو برو. بده بیاد. خب. من این چی نمیدونم. انتخاب کن. من چون علاقه خیلی زیادی به این دارم، یا آوانسی هم به امیر بدی من برم. خب من اسم میکنم این چون سه کاره است میتونه گرون باشه. سه کاره؟ کجا سه کاره؟ جوکیلیدی اسپری نانسی هم هست. من آره نانسی هم مثلا هست. تزیینی. برو. من اسم میکنم این خب واسه بود سنگی. من کاکا سنگی رو برمی‌دارم اسپانسر ویدیو توش تو کسکولی. یعنی کاکا سنگی برمی‌دارم. دیگه من چی برمی‌دارم؟ خورشو برد. آقا اون کارت مافیا مشخص گرونه. خب من یکی اون برمی‌دارم. برمی‌دارم. اول ویدیو هم گفتم من عاشق میوه من اینو برمی‌دارم. تو اون برمی‌داری؟ برو. پولی بگید چیو برداشت؟ پول نشون بده. این مطمئنم منو میبرونه درست گفتم. برو هرچی بود. من یه دستی چاقو برمی‌دارم چون اسم می‌کنم من بیت کوین رو برمی‌دارم. پولا برام پول میارن. این بمونه مال تو. خب من این گرونتر یا این نمیدونم. کامرامن نمیدونم. یکی برام. اون ته مشخص گرونه. این لیوانه برای من. این لیوانه برای تو. بازی فکری کلا گرونه. این آنتی کرونا برای من. این مال من. این مال من. خب این بادکنکم برای من. دیگه مشخصه کدوم گرون‌تره دیگه. اینم برای من. بردم آقا. اصلا بردم. مثلا برندم من. آقا پوریا رو بگی. بگو که اومدیم اتاق. فیلم بردار، داور، تامنیل زن، ادیتورمون هستن. یه چیزی جا چین نداشتن. اومد. پلی استیشن 2 من با این کنسول باشه. اینو رفیقم هم داده و این گیتارم یه روم تور براتون میذارم بزنی ولی این آره دیگه اسپویل نکن واسه بچه‌ها مجازات بوش کل خونه رو برداشت. کو مجازات کو این آشغال نظر شده. مجازات کو اتاق داشتم این اتاق. نه بیاد من اتاق. قبل اینکه درستش کنیم یه قیافه داغونی داشت. بدم مونده ما دیگه رفتیم سراغ ویدیو دیگه سرخ شد. اصلا چیپس شده انگاری. باجی این چیه؟ باجی هیچ گوشتش نمونده. نکن ناموسا نخور. الان ببین. آره این کس دو تا از اینا بعد خورده شه دیگه. من یکی دهنم نتیجه افتاد. این دو تا یکم نتیجه اون کیف پول رضا گلزار. بریم پوریا حساب کتاب کنه برمیگردیم. آقا بریم آماده این. الان رو بگو. امیر رو بگم یا پارسا رو بگم؟ اول وایسا اول کیف پول رو بگو تکلیفش مشخص شه. نه خدای نه اول بده بعد کیف پول رو بگی نه فکر کنم خودمون قهر هیجان داریم. بگو کیف پول رو بگو. خیلی نداره. تو درست نمیشه. خب اول امیر. آره. امیر گفتی چند؟ بین چند؟ 500 تا 600. امیر 458500. وای کسافت بگو من چند خب شد؟ پارسا گفتی چند؟ اونم گفت من بدم 450 تا 490. 427. من مردم. یعنی چی؟ بریم برای مجازات آقا پارسا. اون چرکالوی کدوم باخته. اون این بود. حالا خوردی؟ من اینو میگن تو سوپ باحال من میشه. واقعا 10 سال نه اینکه اینو بذاریم منم اصلا بپزه، دست داده بودم واقعا. بعد آبش کشیده شه سرخ بشه. این برو. اصلا دستمون مزه پوفیلا دستمال بوی نده. پوفیلا میده. برو. من نه کجاش بخورم. برو. اصلا خوردنی نیست. این آبشو بعد خورش حرف نزن. حرف نزن پوریا. بالا بافتش. برو بابا چرت نگو برو. مثلا کندل میشه. قشنگ بخور. آی فکر کنم بد نیست. الان خوردی؟ بخورید همه بدی نداره. من زرچوبی ریختم ریدم توش. خب پس تقریبا ما فکر می‌کنیم موجود باشه برامون. خوبه بالا. خب خوبه. ولی خورده نمیشه. آقا تو الان گلزار رو من دوست بردی. دارم اینو انتخاب بخورم. کن من بخورم یا پوریا. همونجوری که من رو به این فضا کشوندی خودت می‌خوری. گوش نداره. گوش نه میگم. قشنگ گاز بزن. گاز بزن. من گاز میخوام ازت. میخوام استخون مرغو ببینم. 2 تا زدم 2 تا بزن. واقعا نمیتونم. 2 تا زدم 2 تا بزن. خیلی شده یه دونه هم از جایزه فیلمبردار. بچه‌ها مرسی که ویدیو رو دیدید. مرسی از سامان بابت